دارم مراسم مخصوص دستشویی را انجام میدم. خب چرا؟ خندی کامران خان در دستشویی وظیفه من این است که مراسم را انجام بدم. آها خب ببین میگم نمیخواد برو. نه وقتی که کامران خان در دستشویی است من باید مراسم را انجام بدم که کامران خان که در دستشویی است. متوجه شدید؟ نه چی؟ وقتی که کسی در دستشویی است ما اینجا مراسم را انجام میدهیم که آن کسی که در دستشویی است. چی من آها خب من نمیتوانم بروم، این جزو رسوم این خانه است. آها میگم خب چه کاری حالا شد یکی فقط بخواد بره دستشو بشوره. از کجا معلوم و از کجا بدانیم؟ آدمی ذات ضعیف و نفس است. یک دفعه دیدید هوسی به سرش زد و رفت. ما هم باید اینجا مراسم را انجام بدهیم. اولش نفهمیده بودم. خب نه تو مشغول باش. ما باید کارمان را بکنیم. بله اینقدر آواز بخون جونت بالا بیاد. خب